سلام به همه عاشقان دنیای اکشن. من آریا هستم، دوستدار سینما، حرفه‌ای برای کانال آریا سینما. اگه شما هم مثل من از 4 قسمت جان ویک سیر نشدید، وقتش کمربندتون رو ببندید، چون داریم وارد داستان تازه‌ای میشیم. فیلمی که نه تنها یک اسپین-آف مستقله، بلکه قرار رازهای تاریکی از گذشته جان ویک و دنیای مخوفش رو برملا کنه. والریان دقیقاً جایی در خط زمانی جان ویک قرار میگیره که بین قسمت 3 و 4 اتفاق میفته. شخصیت اصلی این داستان رونی، یک قاتل آموزش دیده در همون مدرسه والریان هایی هست که توی جان ویک 3 دیدیم. این مدرسه برخلاف ظاهر هنریش محل تربیت قاتل های زن توسط مادری سختگیر بود، همون جایی که جان ویک هم در گذشته زیره نظرش آموزش دید. حالا این بار تمرکز روی یکی از اون دخترهاست. تو تیزر فیلم شاهده ترکیبی از رقص، مرگ و انتقام هست. رونی که خانواده‌اش به قتل رسیده. حالا دنبال عاملین قتل میگرده. تیزر با صحنه‌های تیز رقص بال شروع میشه. به خیلی سریع خودش رو به تصاویر تعقیب و تیراندازی شبانه میده. لوکیشن ها کاملا در همان فضای تاریک صنعتی و اروپای شرقی هستند، بلکه قراردادها و نشان سکه جان ویک حرف اول رو میزنند. یکی از جذابترین بخش ها بازگشت شخصیت های آشنای دنیای جان ویکه. شخصیت هایی که بدون اسپویل باید بگم ممکنه حتی خود جان ویک هم حضور کوتاهی داشته باشه. رونی برخلاف جان ویک از ابتدای قاتل حرفه‌ای نبوده. اون توسط سیستم تبدیل به یک ماشینه قتل شده. احساسات تو وجودش هنوز جریان داره، اما نه اونقدر که مانع اون بشه. بازیگر نقشه رونی با حرکات بدنی دقیق، نگاه‌های تیز و بازی فیزیکی فوق‌العاده نشون میده که چطور میشه خشونت و ظرافت رو با هم ترکیب کرد. فیلم والریان یک کپی از جان ویک نیست، بلکه تلاش میکنه از فضای اون الهام بگیره و مسیر خودش رو بره. اگر جان ویک شخصیتی بود که گذشته‌اش رو پشت سر گذاشته بود، رونی کسیه که هنوز درگیر گذشته هست. سیستم‌های زیرزمینی، کدهای اخلاقی عجیب و استفاده از سلاح به شکل هنری همه هستن، اما از زاویه دیده زنانه. اما متفاوت. آیا رونی قرار جای خالی جان ویک رو در این دنیا پر کنه، یا شاید داستان اون به نوعی زمین سیزه فیلم‌های بعدی باشه؟ ممکنه با افشای برخی رازها بفهمیم جان ویک از کجا شروع کرده. حتی ممکنه فیلم والریان شروعی برای یک دنیای سینمایی بزرگتر باشه، جایی که چند قاتل نخبه داستان خودشون رو داشته باشن. اگه از این تحلیل خوشت اومد، یادت نره لایک کنی، کامنت بذاری که به نظریات موافق میشه